چیزی که بیشتر مردم اطلاع ندارن اینه که یه فکر فرکانس خاصی داره. هر فکری یه فرکانس داره. ما میتونیم یه فکر رو اندازه بگیریم. به همین خاطر اگه شما فکر رو بارها و بارها تو ذهنتون بیارید، مثل خریدن یه ماشین مدل جدید، به دست آوردن پولی که نیاز دارین، تأسیس یه شرکت، پیدا کردن نیمه گم شده‌تون، اون وقت اون فرکانس رو دارید به طور پیوسته منتشر میکنید. افکار در حال فرستادن سیگنال‌های مغناطیسی هستند که امثالشون رو به سوی شما جذب میکنن. خودتون رو ببینید که در وفور نعمت زندگی میکنید. اون وقته که جذبش میکنید همیشه همینطوره. هر دفعه جواب میده برای هر کس. ولی مشکل اینجاست. بیشتر مردم به این فکر میکنن که چه چیزایی رو نمیخوان و تعجب میکنن که چرا براشون رخ میده، اونم بارها و بارها و بارها. قانون جاذبه هیچ اهمیتی نمیده که شما چه چیزی رو خوب و چه چیزی رو بد به شمار میارید، یا اینکه شما اون چیزو میخواین یا اینکه نمیخواین. اون به افکار شما جواب میده. پس اگه شما ایجادش هستید و به کوهی از بدهکاری‌ها نگاه میکنید و احساس بسیار بدی دارید، این همون سیگنالیه که دارید به کائنات عرضه میکنید. من احساس خیلی بدی دارم به خاطر این همه قرض و قوره. شما دارید اینو به خودتون اثبات میکنید، اینو در تمام سطوح وجودتون حس میکنید و این چیزیه که بیشتر به دست خواهید آورد. پس هنگامی که شما به چیزی نگاه میکنید که میخواین و بهش جواب مثبت میدین، شما دارین یه فکر رو فعال میکنین و قانون جاذبه هم به اون فکر پاسخ میده و چیزایی رو برای شما میاره که همانند اون هستن. ولی وقتی که به چیزی نگاه میکنید که اونو نمیخواین و در وجودتون فریاد مخالفت میزنین، در واقع شما اونو عقب نمیرونین. در عوض شما دقیقاً فکر همون چیزی رو که نمیخواین فعال میکنین و حالا قانون جاذبه چیزایی از همین قبیل سر راه شما قرار میده. کائنات بر پایه جاذبه ساخته شده. همه چیز به جاذبه ختم میشه. قانون جاذبه همیشه در حال فعالیته. چه شما اونو بفهمید و باور کنید و چه نفهمید، اون همیشه در عمله. ممکنه شما به گذشتتون فکر کنید یا به حال یا به آینده، ولی چه شما به خاطر بیارید، چه ببینید و چه تصور کنید، به هر حال با این کارتون دارید افکار رو فعال میکنید و قانون جاذبه که قدرتمندترین قانون کائناته به فکر شما پاسخ خواهد داد. عالم خلقت همواره در حال عمل. هر بار که یه شخصی فکری داره و یا یه مدت طولانی یه جور فکر میکنه، اون شخص در روند خلقت قرار داره و چیزی از دل اون افکار آشکار خواهد شد. قانون جاذبه میگه ما هر چیزی رو که شما بگید و روش متمرکز بشید بهتون میدیم. پس اگه شما در حال شکایت از بد بودن چیزی هستید، چیزی که شما خلق میکنید مقدار بیشتری از اون احساس بده. هی اینو که نمیشه خورده. ببین چی کار کردی، گند زدی به لباسم.